میگه از چی سبب است که کعبه لباس سیاه داره؟ سوال عجیب داده است. گفته است که چرا خانه کعبه را، همون جامعه که داره، عرب ها ایرا غطا میگن؟ چرا همون مثال جامعه که در بالاش هست رنگش سیاه های؟ ای چی سبب های؟ خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت جامعه کعبه را که میبوسند اون از کرم پیله نامی شد، با عزیز نشست روز چند لاجرم همچون او گرامی شد. میگم میدونین که می خانه کعبه را، همون پرده که در بالای کعبه، چرا مردم این قبا و دست میزنن؟ چرا یگان پرچکش میگیرن تبرک میارن؟ او را هر سال از بالای همون جامعه را میگیرن، پرده را میگیرن و پرده نو میمونن. برای چی میگه همون را تقسیم میکنن، میبرن تبرک میتن؟ میگه او به خاطر آن نیست که مقصد در او خراجات کلان شدگی های، او ارزشی بلند داره، یا رشتهش رشته بسیار مثال بگیم قیمت و ارزشی کلان دارد یا زیباهای. میگه بلکه با خانه کعبه که میشیند به همین خاطر میگه این ارزش قدر قیمت پیدا کنه. و الا اگر امرا چه طاقه در مغازین ببر هیچ کس امرا نمیخره. یکی وقتی بالای خانه کعبه میگیرنش بالاش جنگ میشود، برای که با عزیز نشست. یعنی همنشین یک خانه زیبا بود کعبه. مقصدش که اگر شما خواهید که عزیز شوید، اگر شما خواهید که یعنی همو در چشم مردم خوب و نیک اگر شما گردین، با آدمای خوب و نیک بشینین، انشاءالله شما ما مقام پیدا میکنیم. ولی این من نگاه کردم در زمانهای پیامبر، میگه پیامبرمون ای زمانهای پیامبرمون همین بالای کعبه را پوشانیدن آغاز شده است. یعنی وقتی که پیامبرمون زمانهایی که بگیم اکو در دستشان بودن، دیگر همه حکمرانی و خانه کعبه و همه در اختیار مردم مسلمان می بود. حضرت میگه بالای خانه کعبه را پرده گرفتن، جامه گرفتن، یکی از دو رنگ او وقتی بارد بود، یکی سرخ بود یکی سفید. انا میگه در دورای خلیفه مأمون باشد، میگه همون جامعه را میگه کلان سرخ کردگی بدن. بعد وقتی که این آل سعود آمد و مقصد که اینها که رهبری را دیگه با دست گرفتن و نگاه بین خانه کعبه را که با دست گرفتن، اینها مقصد همین را گرفتن جامعه سیاه. یعنی به خاطر زینت شای میگه، به خاطر زیباگی شای. زیرا همون آیت هایی را که بارشت هایی که می نویسن همونها در آب طلا مقصد اونها یک جا شدگی هست. برای این یعنی همون دیدین که چقدر جلا میته، همون زردی که هسته میگم مادامی که در رنگ سیاه زیباتر خچه روشن میکنه و خچه زیباتر نشان میده، به همین خاطر میگه همین رنگ سیاه را انتخاب کردن. و ایلو بگین که این یگان امری به قرآن و به سنت که حتما باید رنگش سفید باشه یا سیاه باشد یا سرخ باشد نیست. بین در زمانهای خود پیامبر رنگی سفید و سرخ بود، بعدا با سرخش کردن، بعد اومدن اینا با سیاهش کردن. یعنی انتخاب رنگ در دست همین زمان دوره، کدام رنگی را که در بالاش بگذارن مثلا هیچی باکی نداره. اینجا اصل خانه کعبه نه جامعه او. خب گفت است آیا آدم مرده از کارهایی که نزدیکانش میکنند با خبر میشود؟ یعنی اگر از ما نفر میگذرد و
و هر یک کاری که در خانه من میگذرد از اینها برای مرده اطلاع نمیرسد. یعنی اونا این قدرت ندارن که آگاهی از کار و باری من داشته باشن که من مقصد به چی کار مشغولم، حالم چیه، بیمارم، سرگردانم، زندانیم، آزادم. اینا از اینا میگه اونها درک ندارن، از این چیزا آگاهشون نمیکنن. استاد میگه من یک خصلتی دارم که دلم گواهی میدهد که حاضر فلان کار رخ میدهد. واقعا همون کار رخ میدهد. آیا این خصلت من خوب است؟ انشاءالله خوبه. هر چیزی را که وقتی که مقصد در خوابت میبینی یا در ذهن میگذرد که همین کار همین خیل میشود، اگر همون خیل شود خدا خواهی این کار کاری نیکه. انشاءالله این ممکن است همون خدا دادی تای یا از همون بگیم که بسیار خداوند در یک طبیعت خوبی را گذاشته، یک آدمی برحم و به انصافی، یک آدمی مثال بگیم پای به طهارت و یعنی یک آدمی خداشناس خداترسی که بسیاری چیزها را در خوابت در ذهنت میگذرد، همون کار همون خیل می شود. یعنی انشاءالله این خیر دارد، این خوبی دارد. خب میگن بابای حاجی میگن همه کار پشیمانی داره و نماز روزه پشیمانی نداره. می چی معنی داره؟ برادران عزیز، همه کار پشیمانی دارد ولی نماز و روزه پشیمانی ندارد. معناش همین است که کسی که ای زمانی که به بلاغت رسید نمازش خواند روزش گرفت، این آدم در همین اختیار کردگیش، یعنی در همین کار کردگیش، یعنی در همین اقدام کردگیش یا در همین نماز و روزه خواندگیش هیچ وقت پشیمان نیست. این هم مثل از آدمی است که یک زمان دروغ میگفت، بعد از دروغگوییش پشیمان شد که مقصد من باید دروغ نمیگفتم. یک زمان دزد بود، بس کرد، بین در دزدیش پشیمان نشد که من باید همین کار را نمیکردم. یعنی همین کارها یک وقتای مثال عرق می نوشید، یک وقتای زنا میکرد. این خصلت های بود که در آدم وقتی بود و بعد توبه کرد از همونا پشیمانه که چی با اون کارا را کردم. ولی آدمی که از وقتش نماز خانه و روزه بگیره هیچ وقت پشیمان نمیشه که چی با من نماز بر وقت سر کردم، چی با من روزه گرفتم. یعنی همین پشیمانی نداره. این یک معنوش. معنای دیگرش اینه که همین کار نماز و روزه را شروع کن که همه کارهای دیگر در پشیمان میشه، این در پشیمان نمیشه. همین را یعنی بر وقتر شروع کن. همین است معناش برادر عزیز. الله عاقبت همه ما و شما را بخیر کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.